بخش اول، دستگاه ماهور. تمرین انگشت‌گذاری روی سیم اول. در انجام تمرینات موسیقی در ابتدا سعی کنید قطعات رو وصل‌خوانی کنید. وصل‌خوانی و سولفژ باعث میشه که ما اون قطعه رو بهتر درک کنیم. حتما از مترونوم در هنگام تمرینات استفاده کنید تا بتونید ریتم دقیق و خوبی داشته باشید و از ضرب نیفتید. در این تمرین میبینید که خطوط عمودی وجود دارن که با اون خطوط عمودی خط میزان گفته میشه و لابلای این خطوط رو به میزان مینامیم. میزان قطعات مساوی یک قطعه موسیقی است که با این خطوط میزان از همدیگه جدا میشن. بعد از کلید سول یک عددی کسری به صورت 4/4 داریم. 4/4 میزانی ساده. میزانهای ساده صورت کسرشون یا 2 یا 3 یا 4 هست. در میزانهای ساده مخرج کسر معرف نوع ضرب و صورت کسر تعداد ضرب رو نشون میده. یعنی 4/4 میزانی است 4 ضربی که هر ضرب اون یک نوت سیاهه. یعنی در از 4 تا 1/4 واحد موسیقی، که واحد موسیقی که گرد بود، نوت سیاه میشه 1/4. پس در هر میزان ما 4 ضرب یا 4 ضرب پا داریم. هر ضرب پای ما برابر با یک نوت سیاهه. انگشت گذاری در ساز، انگشت اشاره یا همون سبابه انگشت 1 هست، انگشت میان 2، انگشت حلقه 3 و انگشت کوچک 4 به شمار میره. انگشت شست اگر بخواد پرده‌ای رو بگیره، پرده ها با مثبت نشون داده میشه، با علامت مثبت. اگر زیر نوت 1 نوشته شد با انگشت 1 میگیریم، اگر 2 نوشته شد با انگشت دوم و 3 نوشته شد با انگشت سوم. احیانا اگر با 4 نوشته شد با انگشت کوچیک، که البته خیلی کم کاربرد هست. انگشت شست ما همیشه همراه با انگشت اولمون حرکت میکنه. در اینجا قرار نمیگیره. به طور مثال عمدتاً بالاتر از انگشت اول قرار میگیره. به این توجه داشته باشید. قطعه رو ابتدا وصل‌خوانی کنیم. دو 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 سکوت ره 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 سکوت دو 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 سکوت ره 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 سکوت دو ره دو سکوت. تمرین بعدی به می پردازه. دو 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 سکوت ره 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 سکوت می 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 سکوت دو ره دو سکوت. در تمرین بعدی ما با فا کار داریم. دو 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 سکوت ره 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 سکوت می 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 سکوت فا 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 سکوت دو ره دو سکوت. این مجموعه رو میتونیم با سرعت 60 تمرین کنیم. البته کسانی که تازه کارتر هستن با سرعت پایین‌تر شروع کنن، بعدها سرعت رو بالاتر هم ببرن. وقتی میگیم سرعت برابر با 60، یعنی هر ضرب پای ما در مترونوم با سرعت 60 نواخته بشه. یعنی 60 تا از این نوت ها در 1 دقیقه، که در اصل برابر با هر سیاه برابر با 1 ثانیه خواهد بود. توجه داشته باشید که ابتدای هر میزان، نوت اول هر مجموعه، یعنی سر هر 4 تا از این سیاه ها، ما باید کمی محکم‌تر بزنیم تا سرضربمون بهتر نمایش داده بشه.
و بعد رو میزنیم. توجه داشته باشید دو خط پایان که شامل یک خط میزان عادی و یک خط عمود کلوفتر هست به معنی پایان حلقه ده در نظر گرفته میشه.